وزارت مدافع روسیه روز 11 ینور سال 2023 فرمانده ارتش روسیه در جبهه اوکراین را عوض کرد. در فرمان وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو آمده است که ژنرال آرمیا سردار ستاد مرکزی ارتش روسیه والری گراسیموف فرمانده گروه‌های مشترک قوه‌های مسلح روسیه در منطقه عملیات مخصوص حربی تعیین کرده شود. والری گراسیموف از ماه نوامبر سال 2012 زیاده از 10 سال باز سردار گنشتاب ستاد مرکزی ارتش روسیه است. از 8 اکتبر سال 2022 طی 3 ماه فرماندهی ارتش روسیه در جبهه اوکراین را ژنرال سرگئی سوروفکین که با لقب قصاب سوریه معروف است اجرا میکرد. لقب قصاب را سوروفکین هنگامی گرفت که از سال 2017 تا سال 2018 فرمانده ارتش روسیه در سوریه بود و شهرهای کلان سوریه را با فرمان او تیاره‌های جنگی روسیه به خاک یکسان نمودند. او این تاکتیک جنگی خود را در اوکراین نیز به کار برده در 3 ماه فرماندهیش 10 مرتبه شهرهای اوکراین را زیر باران موشک‌ها و درون‌های ایرانی قرار داد که باعث تلفات بزرگ در بین اهالی اوساش گردید. با فرمان اخیر شویگو اکنون سوروفکین یک زینه پایان رفته جانشین فرمانده ارتش روسیه در جبهه اوکراین تعیین گردیده است. جانشین دیگر گراسیموف باشد الکسی کیم اعلان شد. الکسی کیم اشتراکچی جنگ افغانستان بوده، همچنین در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان وظیفه جانشین سردار ریاست قوه‌های زود عمل روسیه در تاجیکستان را اجرا کرده است. اینچنین کیم در جنگ چچنستان نیز اشتراک کرده همراه سوروفکین عملیات ارتش روسیه در سوریه را نیز رهبری میکرد. به گفته کارشناسان غربی این تغییرات کادری از شکست ارتش روسیه در جنگ با اوکراین درک می‌دهد. پلکوونیک مستوی قشون‌های هوایی روسیه ویکتور الکینسکی به پایگاه خبری The Insider گفت گمان میکنم برابریت سیاسی و نظامی روسیه معلوم شد که آنها در این جنگ مغلوب شده ایستادند. حتی آنها به هدف‌های در سانحه 24 فوریه سال 2022 گذاشته خود نرسیدند. قاطعانه میگویم که در آینده نزدیک هم رسیدن نمیتوانند. از این لحاظ تصمیم گرفته شد که به نام کادرها را عوض کنند، ولی از عوض کنی کادرها چیز تغییر نخواهد یافت. مثل اما قانون ریاضی که از عوض کنی جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمی‌یابد، چون که این نفران با عقل و دانش و ملکه خاص خود به این وظیفه ها نرسیدند. اکثریت آنها از روی وفاداری به سردار خود این منصب‌های بلند دولتی را اشغال کردند. در همین حال اختلاف داخلی بین وزارت مدافع روسیه و شرکت خصوصی حربی واگنر همچنان ادامه دارد. در منطقه باخموت که ماه‌ها باز در این جبهه زرخریدهای واگنر می‌جنگند، پس از شکست زیاد و عقب نشینی ارتش روسیه در این خط جبهه از جانب شهرک سولدار پیشروی ناچیزی دیده شد. ارتش روسیه این پیشروی را به خود منسوب می‌دهد، ولی ایوگنی پریگوژن مالک واگنر این را انکار می‌کند. او می‌گوید در این جبهه تنها جنگجویان او می‌جنگند. سانحه 2 ینور سال 2023 ایوگنی پریگوژن از اشغال شهرک سولدار از طرف زرخریدهای خود خبر داد، ولی سخنگوی وزارت مدافع روسیه این خبر را انکار کرده گفت که قوه‌های هوایی روسیه و قشون‌های دسانتی روسیه برای به دست آوردن سولدار این شهر را از 2 طرف احاطه کردند. سولدار شهرکی است با 10,000 اهالی واقع در حدود نویه باخموت در ولایت دنیتسک اوکراین. از اینجا تا دنیتسک 100 کیلومتر راه است.